این داستان درباره اثر پروانه‌ایه. اگه این مفهومو خوب بفهمی، میتونی جلوی کلی بدشانسی رو تو زندگی بگیری. یه روز صبح آقای ویلیام ساعتشو کنار سینک گذاشته بود تا مسواک بزنه. زنش نگران شد که شاید ساعت خیس بشه. پس اونو برد و گذاشت روی میز ناهارخوری. یکم بعد پسرشون موقع برداشتن یه تیکه نون اشتباهی دستش خورد و ساعت افتاد و شکست. آقای ویلیامز عصبی شد و همسر و پسرشو دعوا کرد. زنش که احساس می‌کرد بی‌دلیل مقصر شناخته شده، جوابشو داد و دعوا بالا گرفت. آقای ویلیامز عصبانی و حواس پرت از خونه اومد بیرون که بره سر کار، ولی وسط راه یادش افتاد کیفش که یه گزارش مهم توش بود و جا گذاشته. خیلی سریع برگشت خونه، ولی دید در قفله و کلیدا تو کیفشه. مجبور شد به زنش زنگ بزنه. زنش که داشت با عجله برمیگشت، تو راه پاش پیچ خورد و مچش آسیب دید، ولی به هر حال خودشو رسوند. وقتی آقای ویلیامز کیفشو برداشت و رسید اداره، مشتری رفته بود و قرارداد از دست رفت. رئیسش هم عصبانی شد و پاداش آخر سالشو کم کرد. از اون طرف زنش به خاطر پای مصدوم نتونست بره سر کار و مجبور شدن سفر خانوادگیشون رو کنسل کنن. پسرشون هم که استرس دعوای صبحو داشت، تو امتحان خراب کرد و معلمش درخواست جلسه فوری با پدرش داد. حالا آقای ویلیامز مونده بود و یه عالمه دردسر. چیزی که با یه ساعت شکسته شروع شد، تبدیل شد به یه زنجیره اتفاقات که حسابی زندگیشون رو ریخت به هم. خود اتفاقها لزوما خطرناک نیستن، نحوه واکنش ماست که اوضاع خراب میکنه. یه مشکل کوچیک وقتی با احساسات کنترل نشده قاطی بشه، تبدیل میشه به یه فاجعه بزرگ.